سلام بر همه. در اینجا از ما خواسته شده که یک پروگرام یک برنامه نوشته بکنیم که ما برای پروگرام یا برنامه ما دو اینپوت میتیم. اول یک رشته برش میتیم، دوم برش یک کاراکتر میتیم. بازی باید پیدا بکنه که مثلا انمی کاراکتری که برش میتیم این چند بار در داخل از رشته ما اتفاق افتاده. ما طور مثلا اگر برای پروگرام ما چی را بتیم، این رشته را بتیم، ما فایل رو برش بتیم، بعدش کاراکتر من چی باشه، کاراکتر من او باشه. اینا رو میخوایم پیدا بکنیم که چند بار انمی کاراکتری اوی من در داخل از رشته اتفاق افتاده، در داخل از رشته موجود هست. اینجا اگر متوجه باشین یک بار اتفاق افتاده، دو بار اتفاق افتاده، سه بار اتفاق افتاده، پس بعد اوتپوت من چی باشه، اوتپوت من سه ما باید داشته باشیم. اگر این رشته بعدی رو ببینیم، مثلا رشته من چند است، هلو هست، بعدش کاراکتری که برای داده شده اچ هست. اینا رو میخوایم پیدا بکنیم که چند بار انمی کاراکتری اچ من در داخل از رشته من اتفاق افتاده. اینجا اگر متوجه باشین کاراکتر اچ من فقط یک بار اتفاق افتاده، پس یا اوتپوت من یا خارجی من باید چند باشه، مساوی به یک باشه. اینا رو شما فکر بکنین که چرا میتونین یک پروگرام نوشته بکنین که بتونین این سوال را حل بکنین. حالا بخاطر حل این سوال ما سه مرحله اساسی میگذاریم. مرحله اولیش است که ما یک متغیر اضافی ایجاد میکنیم به نام کاونت که چی کار میکنه، تعدادی که چند بار انمی کاراکتر من در رشته من اتفاق افتاده او رو در خودش حفظ میکنه. مرحله دوم چی کار میکنیم، ما با استفاده از فار لوپ به هر کاراکتر از دسترسی می داشته باشیم، یعنی از فار لوپ استفاده میکنیم تا به هر کاراکتر از نام چی کار بکنیم، دسترسی داشته باشیم. مرحله سوم چی کار میکنیم، باز ما چون به هر کاراکتر از ما دسترسی داریم، ما یک دستور شرطی میگذاریم اونجا میخوایم چک بکنیم که آیا انمی کاراکتری که فعلا در داخل از رشته ما موجود است این مساوی به انمی کاراکتری که ما میخوایم چک بکنیم تعدادی اتفاق افتادنش مساوی هست یا نیست. در صورتی که مساوی بود چی کار میکنیم، به انمی وریبل کانت من یک دانه اضافه کرده میریم. خب شما بازم فکر بکنید اگر شما بتونید با استفاده از سه نکته این سوال را حل بکنید. خب اگر بریم سر سولوشن یا راه حل ازی، اینجا مثلا ما یک رشته داریم با نام تکست که چی است، فار لوپ هست. بعدش چی کار میکنیم، از یک متغیر اضافی با نام کانت استفاده میکنیم که مقدار از این مساوی در ابتدا مساوی به صفر میباشه. چرا مساوی به صفر میباشه؟ چون اگر یک کاراکتر من هیچ بار اتفاق نفتاده، پس طبعا مقدار تعدادی این که چند بار اتفاق افتاده و تعدادش مساوی به چند است، مساوی به صفر است. مرحله سوم چی کار میکردیم، ما میامدیم از مرحله دوم از فار لوپ استفاده میکردیم که به هر کاراکتر از رشته ما دسترسی داشته باشیم. بعد در مرحله سوم که خط چهارم من میشه، ما اینجا چک میکنیم که انمی کاراکتر من، یعنی هر بار که ما داخل از رشته من میشیم این مقدار از تبدیل شده میره. آیا انمی کاراکتر من مساوی به انمی کاراکتری که ما میخوایم تعداد دفعات پیدا بکنیم مساوی به هست یا نیست. در صورتی که مساوی بود به این معنی است که انمی کاراکتر من، یعنی کاراکتری اوی من در داخل از رشته اصلی من موجود هست. پس وقتی که موجود بود ما چی کار میکنیم، این کانت من که اول مقدارش مساوی به صفر است با یک دانه اضافه میکنیم. این کانت مثبت مساوی به یک که نوشته کردیم، مثلا لازم میمونه که شما چی کار بکنین، x مساوی به x جمع یک داشته باشین. باز یعنی میتونین به شکل من نوشته بکنین، از علامه جمع استفاده بکنین، علامه مساوی استفاده بکنین، مستقیم یک که نوشته بکنین، x پلاس مساوی به یک مساوی عین چیز کارایی را داره که ما با استفاده از یعنی x مساوی به x جمع یک چی کار میکنیم، با دست میاریم. پس همین رای کوتاه‌ترش یعنی شکل است که ما x جمع مساوی به یک نوشته بکنیم. با این شکل ما در کانت مزمو ساختار استفاده کردیم. کانت مساوی به چی میشه، کانت جمع مساوی به یک. باز در آخر وقتی که هیچ کاراکتری در این ما تمام کاراکترها پروسس شد الی کاراکتری پی آمدیم، از فار لوپ خارج میشیم، میام در خط ششم این کانت ما چی کار میکنیم، پرینت میکنیم. اگر خواسته باشه میره با استفاده از یک جدول ما چی کار بکنیم، تشریح بکنیم مثلا که چه رقم مقدار کانت من تبدیل میشه. حالا که جدول ایجاد کردیم اینا میریم با استفاده از فار لوپ داخل از رشته من میشیم. خب بار اول کاراکتر من مساوی چی میباشه، مساوی به اف میباشه. اینجا کاراکتر من وضع میکنیم اف وضع میکنیم. کانت من مساوی چی بود، قبلا صفر بود، اینجا مساوی به صفر می داشته باشیم. بعدش میایم وارد از بادی لوپ من میشیم، در خط چهارم چک میکنیم که آیا انمی کاراکتر من که مقدارش مساوی به اف هست این مساوی به کاراکتر اوی من هست، این مساوی به کاراکتر اوی من نیست. داخل از چی نمیشیم، باز دوباره میریم وارد از چی میشیم، وارد از رشته من میشیم. این بار کاراکتر من مقدارش مساوی به چی میشه، مقدارش مساوی به او میشه. اینا رو باز دوباره چک میکنیم. خب اینجا کانت من مساوی به صفر باقی میمونه. کاراکتر من فعلا چی است، کاراکتر من فعلا او است. پس داخل از بادی لوپ من میشیم، اینجا چک میکنیم که آیا انمی کاراکتر من که وارد از او هست این مساوی به کاراکتر اوی من هست، بله است. ما داخل از بادی لوپ من میشیم. کانت مقدارش قبلا مساوی به چی بود، مساوی به صفر بود. اینا رو به چی کار میکنیم، یک دانه اضافه میکنیم، صفر جمع یک مساوی به چی میشه، مساوی به یک میشه. باز خب این مرحله گذشت، باز میریم وارد از رشته من میشیم. فعلا کاراکتر من مساوی به چی است، مساوی به آر است. ما کانت من قبلا چی بود، کانت من قبلا مساوی به چی بود، مساوی به یک بود. اینجا چک میکنیم که آیا انمی کاراکتر من که وارد از آر هست این مساوی به کاراکتر اوی من هست، این مساوی به این مساوی نیست اینا. پس دوباره وارد چی میشیم، وارد از رشته من میشیم. اینجا اسپیس می داشته باشیم. خب اسپیس هم طبعا نمی باشه، اگر اسپیس فقط اسپیس باشه باز در کانت کدام تغییر نمیآید. باز ال می داشته باشیم چون ال هم بازم مساوی به کاراکتر اوی من نیست، بازم در کانت من کدام تغییر نمیآید. باز چه کار میکنیم، اینا باز دوباره چی میشه، کاراکتر سی اچ من مساوی به او میشه. اینا باز داخل از بادی لوپ من میشیم، باز اینجا داخل از دستور شرطی من میشیم. چک میکنیم که این کاراکتر اوی من مساوی کاراکتر اوی من هست، این هست بله. داخل از بادی اف من میشیم. چه کار میکنیم، با کانت من بازم یک دانه اضافه بکنیم. اینجا کاراکتر من او هست، این مساوی به این کاراکتر اوی من شده. یک جمع یک مساوی چی میشه، چون داخل از که میشیم با کانت یک دانه اضافه کرده میریم. یک جمع یک مساوی چی میشه، یک جمع یک مساوی به دو میشه. باز وارد از چی میشیم، باز وارد از رشته من میشیم. بازم کاراکتر من مساوی چی است، کاراکتر من مساوی به او است. آیا کاراکتر اوی من انمی کاراکتر من که وارد از او است این مساوی کاراکتر طرف راست هست، بله هست. بازم با مقدار کانت من که فعلا مساوی
مسیب چند است؟ مسیب 2 است. یک دانه اضافه بکنیم مسیب چی میشه؟ مسیب 3 میشه. خب باز پیکی میرسیم. خب طبعا اینا نیستن، اما 3 مقدار کاونت من ثابت باقی میمونه. بعد از این ما دیگه هیچ کاراکتر نداریم، مستقیم از لوپ خارج میشیم. میایم به خط ششم اما کاونت خود ما که پرینت بکنیم. کاونت من فعلا مقدار چند است؟ مقدار 3 است. ما سه بعد در صفحه کامپیوتر خود داشته باشیم. حالا اگر روی مثلا ما در ویس کد کار بکنیم، خب میریم اول اگر رشته ایجاد میکنیم، میگیم ما تکست باشه، بعدش چی باشه؟ هلو ورلد باشه. فرق نمیکنه شما چیزی که برای میتین هر رشته که میتین فرق نمیکنه. بعدش اینجا ما فقط مو کاراکتری که ما خصم چک بکنیم میره مستقیم برای دادیم. اینو میتونیم چی کار بکنیم؟ ما از یوزر یک دانه اینپوت بگیریم که او برای ما کاراکتر وارد بکنه تا اونمو کاراکتر ما چی کار بکنیم چک بکنیم. میگم از او میخوایم که چی کار بکنه؟ انتر یور کاراکتر میگیم، بعدش چی کار میکنیم؟ بعدش میایم از فار لوپ استفاده میکنیم. راستی قبل از او باید یک دانه متغیر کاونت اضافه ایجاد بکنیم. کاونت مسیب چی بود؟ مقدار اولش مسیب 0 بود. بعدش چیکار میکنیم؟ بعدش فار لوپ خودمون نوشته میکنیم. اینجا فار لوپ داشتیم فار سی اچ ان تکست، یعنی به هر کاراکتری که در داخل چی است؟ در داخل زمین تکست مان است. تو چیکار بکنی؟ کارا برای ما انجام بده. او کاری است که ما میخوایم چک بکنیم که آیا انمی سی اچ مان مسیب چی است؟ مسیب یوزر اینپوت مان میشه یا چیزی که برای ما یوزر وارد کرده میشه یا نمیشه. در صورتی که سی اچ مان که در داخل زیرشته مان هست مسیب چیزی که یوزر برای ما وارد کرده بود می بود، باز به این معنی است که یعنی انمی چیزی یوزر اینپوت مان در داخل زیرشته مان موجود هست. پس چی کار بکنی؟ تو به انمی کاونت من یک دانه اضافه کرده برو کاونت مسیب چی میشه؟ کاونت مسیب میشه به کاونت جمع یک. انمی عین از این میمونه که ما این شکل نوشته بکنیم. وقتی ما نوشته بکنیم فقط کاونت جمع مسیب یک نوشته بکنیم، انمی دو دانه اردوش یک دانه کار برای ما انجام میده. بازم شارتر یا کوتاه‌ترش انمی است که ما از چی استفاده بکنیم؟ از این شکل ما استفاده بکنیم. بعد از اینکه ما کامل کاراکترهای من از شروع الی دی پروسس ما چه کار میکنیم؟ میایم اینجا در خارج از بادی لوپ من از یک تابع پرینت استفاده میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که چند بار انمی کاراکتر من اتفاق افتاد. اینجا از اف استرینگ استفاده میکنیم، نوشته میکنیم occurrence of کدام کاراکتر من کاراکتر مسیب اینی کاراکتر من که عبارت از چی است؟ عبارت از یوزر اینپوت است. مسیب چی میشه؟ مسیب میشه بعد تعدادی ای که چند بار چی اتفاق افتاده. اگر بخوایم اینا رو اجرا بکنیم ما در صفحه کامپیوتر خود چی می داشته باشیم؟ خب از ما طبعا یک اینپوت میخواد. اینپوت من میگم چی باشه؟ به طور مثال میخوایم اچ را پیدا بکنیم که چند بار اچ اتفاق افتاده. اچ که نوشته بکنیم این چند بار اتفاق افتاده؟ فقط یک بار اتفاق افتاده. اینجا برای ما گفته که occurrence of اینی کاراکتر من چند بار اینی کاراکتر من اتفاق افتاده مسیب چی است؟ یعنی کاونت از این مسیب یک است. اینا اگر باز میره بخوایم اجرا بکنیم یک کاراکتر دیگه برش میتیم، مثلا او رو برش میتیم. به نظر شما چند بار بعد داشته باشیم؟ ما کاراکتر او را دو بار درجه داریم، پس کاونت من مسیب چی باشه؟ کاونت من مسیب بعد دو بشه. ببینید کاونت من یعنی عوض کاونت ما چی داریم؟ عدد دو را درجه داریم. باز در صورتی که ما یک عددی می داشته باشیم که درجه موجود نباشه، به طور مثال این اگر بازم اجرا بکنیم مثلا کاراکتر من چی باشه؟ زید باشه. ببینید که اکرنس زید مسیب چه؟ زید مسیب 0 است. یعنی هیچ بار این در رشته اصلی من اتفاق نافتاده. اینجا بازم یک چیز متوجه باشین، اگر ما الف وای بزرگ وارد بکنیم به طور مثال اینجا ما دی کوچک داریم، اگر دی بزرگ وارد بکنیم بازم چی میشه؟ بازم این مسیب 0 میشه چون دی بزرگ ما درجه نداریم. باز اگر میخواستین چیزی که یوزر برای شما وارد میکنه او را چی کار بکنیم؟ هر چیزی که یوزر برای شما وارد کرده او را برای لوور کیس تبدیل بکنیم. مستقیم از متد لوور استفاده میکنین. هر چیزی که برای یوزر برای شما وارد کرد یعنی به حرف الف وای بزرگ هم بود، او را مستقیم با استفاده از متد لوور قبل از اینکه ما با چی بتیم با فار لوپ من بتیم او را با الف وای کوچک تبدیلش میکنیم. به طور مثال اگر اینجا بیایم ببینید این ما کاراکتر دی بزرگ که وارد میکنیم با وجودی که ما اینا نداریم، اینی چی کار کنیم؟ در اینپوت بعد از اینپوت انمی کاراکتر دی با چی تبدیل میشه؟ با لوور تبدیل میشه. باز کاراکتر دی یک بار درجه اتفاق افتاده، ما باید یک درجه باید داشته باشیم. ببینید که کاراکتر دی من چند بار اتفاق افتاده؟ یک بار اتفاق افتاده. اینجا ببینید که یوزر اینپوت ما خب مثلا حرف بزرگ وارد کرده بودیم، اما اینجا برای ما چی تبدیل کرده؟ یعنی به خط هفتم که رسیدیم او قبلا با چی تبدیل شده؟ با الف وای کوچک تبدیل شده. حالا اگر بریم مثال بعدی خود کار بکنیم، خب در این مثال ما چی داریم؟ ما یک دانه لیست داریم که در داخل از لیست من سه دانه الیمنت داریم که هر الیمنت من چی است؟ یک دانه رشته هست. اگر شما متوجه باشین که ما چی کار کرده بودیم، ما مستقیم یعنی انمی ایتریبل ابجکت من یک رشته انتخاب کرده بودیم، باز به هر کاراکتر از اون ما میتونستیم چی کار بکنیم؟ دسترسی داشته باشیم. اما اینجا چون ایتریبل ابجکت من چی انتخاب کردیم یعنی مو شی که میخوایم با استفاده از لوپ داخل از شیم ما را چی انتخاب کردیم؟ مکمل انمی لیست انتخاب کردیم. باز ما نمیتونیم با عناصر انفرادی از این رشته من مستقیم دسترسی داشته باشیم، اینه که باز ما از یک نستد لوپ استفاده بکنیم که در درس بعدی خود ما میخوانیم. یعنی فعلا ما چی کار میکنیم؟ به هر الیمنت از یعنی مکمل انمی رشته ما چی در نظر گرفته میشه؟ به عنوان یک دانه الیمنت یک دانه عنصر در نظر گرفته میشه. وقتی ما اینو چی کار میکنیم؟ بالای از حرکت میکنیم for x in l، یعنی به هر الیمنت که در داخل چی است؟ در داخل انمی المان هست که در کل انمی یک دانه رشته من به عنوان یک دانه الیمنت در نظر گرفته میشه. اینو چی کار میکنه؟ اینو با کپیتالایز میکنه، یعنی حرف اول از با حرف کلان تبدیل میکنه. به طور مثال اینجا
اول x مناسب چی میشه؟ x مناسب احمد میشه. بعدش داخل از این لوپ که میشیم این برای ما چی پرینت میکنه؟ برای ما این شکل باید چی کار بکنه؟ پرینت بکنه. یعنی حرف اول چی میشه؟ به حرف بزرگ تبدیل میشه. همین رقم باز بار دوم که ما داخل از این میشیم x مناسب چی میشه؟ x مناسب علی میشه. باز چی کار میکنیم؟ ما x دات کپیتالایز یعنی علی رو برای ما کپیتالایز به حرف کلان تبدیلش بکو. اما الف وای اول از چی میشه؟ به حرف کلان تبدیل میشه. ما این چیز در صفحه کامپیوتر خود می داشته باشه. اگر بریم ما در وی اس کد کار بکنیم، خب ما یک مثال جدید ایجاد میکنیم. خب مثال جدید خود ایجاد کردیم. اینا یک لیست می داشته باشه، مثلا ال باشه. بعدش اینجا ما چند تا نام رو ایجاد میکنیم. مثلا میگیم احمد باشه، بعدش داوود باشه، بعدش علی باشه، بعدش آصف باشه. اینا رو چیکار میکنیم؟ اینا با استفاده از فار لوپ به هر کدام از این دسترسی میتونیم داشته باشیم و میتونیم اما متد هایی که ما بالای استرینگ رشته خود اپلای میکردیم بالای از اینا اپلای بکنیم. اینجا مثلا ناشته میکنیم فار نیمز ان چی مستقیمش از نیم استفاده بکنیم. فار نیم ان المان این نیم فقط متغیر است. یعنی معنی است که نیم وقتی ما نیم داشته باشیم باید نیم نوشته بکنیم. اما چون اینجا متغیرهای ما اما مقدارهای متغیرهای ما نام هست، پس میشه که یک متغیر استفاده بکنیم که نامش کمی ریلیتیبل یا اما ارتباط دار باشه با چی؟ با چیزی که در داخل از لیست موجود هست. فار نیم ان ال یعنی به هر نامی که در داخل چی هست در داخل از لیست من است، تو چیکار بکو؟ برای ما اون نیم رو چیکار بکو؟ جو وقتی ما دات استفاده میکنیم ببینید تمام متدایی که میتونستیم بالای رشته انجام بدیم اونا برای ما پیشنهادیه و میگیم چیکار بکو؟ کپیتالایز بکو. یعنی حرف اول از اونا به حرف بزرگ تبدیل بکو. اینه که بخوایم اجرا بکنیم ببینید در صفحه کامپیوتر خود ما چی می داشته باشیم؟ احمد می داشته باشیم، داوود. ببینید که هر دونه از این نام ها چی شده؟ اما حرف اولشون به حرف بزرگ تبدیل شده. اینا میتونیم ما چی تبدیل بکنیم؟ به حرف اپر تبدیل بکنیم. یعنی به حرف تمامش به الف وای بزرگ تبدیل بکنیم. اینو کلیر بکنیم. بعدش اینه که بازم اجرا بکنیم ببینید تمام از چی میشه؟ تمام از به حرف بزرگ تبدیل میشه. و تشکر.